امروز میخوام یه ویدیو بسازم در مورد تیگو 7 پرو. نه بلاگر خودرو هم، یه مصرف کننده عادی هستم. از تجربه خودم بعد از 110,000 کیلومتر رانندگی توی جاده‌های ایران و خارج از کشور میخوام براتون توضیح بدم. توی اینجا رو نشون بده که ماشین 110 تا کار کرده. بعد از 110,000 کیلومتر تریم داخلیش هنوز همون کیفیت روز اول بده. ماشین 110,000 تا کار کرده. سیستم صوتیش بد نبود، ما باش راضی بودیم. اگه پنجره بالا باشه صداش قابل قبوله. فرمونش و جای نشیمنش خیلی خوب بوده. لحاظ کیفیت متریال من مشکلی ایرادی ازش ندیدم. این ماشین با اینکه 110,000 کیلومتر کار کرده، بیا چی نشونت بدم. الان بعد از 110,000 کیلومتر هنوز لنتش فابریکه. در مورد صندوق برقی که تا حالا بدون ایراد و مشکل بوده، جای صندوقش بد نبود. یه مقدار کوچیکه ولی این زیرم یه فضای کوچیکی داره که میشه یه سری وسیله بذاری. آپشنایی که توی ماشین بوده تا حالا بدون هیچ اروری و بدون هیچ مشکلی خوب کار کردن. الان این قسمت فقط تنها ایرادی که میشه گرفت تو تنظیم خود رانندگی کمکی خالیه. توی ماشینای دیگه، توی کلاسای دیگه اومدن اینا رو اضافه کردن. خب همینجا اضافه می‌کردید. چرا یه ماشین داد؟ در مورد دوربین 360 درجهش بسیار خوب بوده. یعنی عملکردش فوق‌العاده عالی و قابل قبول. در مورد کلیدای نابری رو خدا همه خوب کار کردن، حتی رنگش رو هم نرفته. در مورد کولر ماشین که خیلی خوب بوده. من توی نقاط گرم هم که رفتم هیچ مشکلی از لحاظ پرتاب باد یا خنکی نداشته و کاملا قابل قبول. قلب تپنده این ماشین یه موتور 1500 سی سیه که این میگن به درد نمیخوره، ضعیفه. این موتور همه جاده‌ای که ما توی ایران و سربالایی باش رفتیم که فکرش هم نمی‌کنید. هیچ مشکلی تا حالا نداشته، نه ناک میزده نه چیزی. موتور این ماشین بعد از 110,000 کیلومتر نگاه کنید هیچ مشکلی توی قطعات مصرفی پلاستیکیا هیچ مشکلی ایجاد نشده، نه ترک نه خش، هیچ موردی نداشته. مصرف این ماشین هم توی فصل گرم با کولر توی شهر صدی زیر 10 بوده و توی جاده یک ریز کمتر بوده. توی زمانی که کولر استفاده می‌کنید زیر 108 مصرف می‌کنید. مثلا اتوبان قم تهران رو من بارها با این ماشین رفتم بدون کولر زیر 107 مصرف کرده. مصرف آنچنانی هم نداشت. در کل برای رنج متوسط با قیمت حدود 2 میلیارد تومان ماشین بسیار خوبیه. ارزش خرید خیلی خوبی داره. قطعاتش به خاطر که تیراژش خیلی بالاست به راحتی پیدا میشه و ارزون قیمت. اگه ایرادی بهش بگیریم بین مود اسپورت و اکو نورمال نداره. بده بمونه اگه کردی یادم زیر بند ماشین که بدون هیچ مشکل و خطایی مستقیم مسیر خودش داره. صدای اتاق کیلومتر 110,000 تا شما فقط صدای لاستیک رو با آسفالت میشونن چون لاستیکش هنوز کمیره، لاستیکای فابریکش. اگر بخوام نکات مثبت تیگو 7 پرو براتون بگم اینه که مصرف خیلی خوبی داره، قدرت و شتاب ثانویه خیلی خوبی داره، جاش پشت فرمون خیلی خوبه و از معایبش اگه بگم اینه که رادار جلو و رادارهای کروز تطبیقی رو نداره توی این ماشین و صندوق عقبش نسبت به نسخه‌های دیگه خیلی کوچیک هستش. میتونه صندوق خیلی بزرگتری داشته باشه با طراحی جدیدتر و در نهایت هم قیمتش. من این ماشین رو پیشنهاد میکنم که بخرید و مواظب خودرو باید باشید. تو ماشین اتوماتیک باید حواستون به تعویض روغن و مخصوصا ماشینایی که توربو دارن روغنش رو به موقع عوض بکنید، سرویساشو حتما ببرید. امیدوارم که این ویدیو به شما کمک بکنه برای خرید این ماشین و تجربه خوبی بعد از خرید این ماشین داشته باشید.